بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خوبان، دوستداران، عزیزان بیننده، همراهان همیشگی برنامه سفره دل. الله را شاکریم از اینکه یک بار دیگر هم فرصت خدمت به شما خوبان و عزیزان نصیب گشت در یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل. به همراه شما عزیزان و خوبان و مهربانان خواهیم بود و کارشناسان محترم برنامه و موضوعی دیگر و درد دلی دیگر در سفره دلی دیگر به همراه شما خوبان و عزیزان. خوشحالیم از اینکه این فرصت نصیب شد تا در داخل استودیو میزبان جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری عزیز باشیم و همچنین انشاءالله از خلال اسکایپ جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز هم با ما در موضوع امروز مشارکت خواهند داشت. من در ابتدا به نمایندگی از شما عزیزان و از طرف خودم به خدمت جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری عزیز عرض سلام دارم و ادب و احترام و خیر مقدم میگم حضور شما جناب مولانا در این استودیو. تشکر. ما هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار استاد فضل الحق سلیمانی حفظه الله و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. بسیار خوش آمدید جناب مولانا. همچنین جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز هم همراه ما هستند و سلام گرم خودم رو جناب دکتر از طرف خودم و به نمایندگی از بینندگان عزیز و از طرف جناب مولانا خدمت شما عرضه می‌دارم. بنده هم عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما سلیمانی عزیز و بزرگوار و خدمت استاد بزرگوارم جناب حضرت مولانا انصاری عزیز و همچنین خدمت تک تک نوجوانها و جوانهای پرذوق و شوق وصال حق که و اینکه این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتید، بر من منت نهادید و عرض ادب و سلام دارم خدمت تمامی بینندگان عزیز هر جای دنیا که هستید. همیشه در پناه خداوند مؤمنانی صادق و راستین و خوشبخت باشید. بسیار خوشحالیم از اینکه در خدمت شما هستیم و عزیزان دیگری که در این برنامه همیشه افتخار میدن و همراه ما هستند. حتما بسیاری از عزیزان در این چند روز در جریان آنچه که به دست یک عده از مدعیان دروغین حقوق بشر، به دست یک عده از کسانی که به هر حال فریاد بشر دوستی و فریاد آزادی خواهی اونها گوش دیگر بشر رو کر کرده، اما در حقیقت خودشون جنایتکارانی بیش نیستند، در جریان آنچه که در قالب تحت نام آزادی بیان اهانت هایی که به سردار کائنات، سردار فرزندان عالم، فرزندان آدم علیه السلام و گل سر سبد هستی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در کشور فرانسه اتفاق افتاده در جریانش هستید. من در ابتدا دوست دارم جناب مولانا در این باب اگر شما صحبتی دارید قبل از اینکه بحث موضوعی برنامه بپردازیم با بینندگان عزیز داشته باشید تا انشاءالله باز برگردیم سر است. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. براستی هم قبل از این که ما به اصل موضوع اشاره کنیم، واقعات و موضوعات دلخراشی که در طی این روزها خصوصا در طی این هفته که قلوب
همه امت اسلامی جریحه دار ساخته، مسئله همان کاریکاتورهایی که در سالهای گذشته هم تکرار شده بود و باز هم دشمن تکرار کرده، قلوب هم امت اسلامی جریحه دار ساخته. نه تنها ما بلکه که همه امت اسلامی این حرکت حکومت فرانسه و حکومتی که با سیاست های دوگانه خود که به خاطر 12 نفر که از او کشته شده امروز همه سر و صدا برا انداخته و همه او جنایاتی که حکومت فرانسه در گذشته کرده و الان میکنه اینها را فراموش کرده خودش. حکومت فرانسه جنایاتی که وقتی که نگاه میکنیم نسبت به آفریقای جنوبی که قبلا کرد که بین مسلمان ها و مسیحی ها وقتی که جنگ رخ میده و اتفاقی میفته و میای سخت در کنار مسیحیان خود استاده میشه و مسلمان ها سرکوب میکنه. و همچنین الان در افغانستان نقش حکومت فرانسه میبینیم برای که روزانه شاید 10 نفر به خاک و خون کشیده بشه. جنایاتی که حکومت فرانسه در عراق کرده و الان انجام میده و سکوت این حکومت فرانسه نسبت به مردم مظلوم سوریه که هر روز کشته داده و کشته میده و چقدر طفلان معصوم او سرزمین به خاک و خون کشیده شدن و در قبال سوریه سکوت اختیار کرده. و همچنین اگر نگاهی به گذشته تر بندازیم جنایاتی که در الجزایر کرد که کشته های بیخی نسل کشی کرد، کشته های و بالاتر از میلیون قرار گرفت، یعنی بیش از 1.5 میلیون انسان به خاک و خون کشید. و جنایات دیگری که در هر گوشه ای از دنیا انجام داده و انجام میده. همه جنایات حکومت فرانسه همه مسلمان ها و من خود شخصا از طریق این منبر حق محکوم نموده. الله سبحانه و تعالی او عذاب علیم و مهینی که در قرآن وعده فرموده، من مطمئنم به سراغ این حکومت‌های ظالم و حکومت‌های طاغوتی خواهد رسید. و ما به صراحت کامل این موضوع اشاره میکنم که پیامبری که الله سبحانه و تعالی در شأنش میگه و رفعنا لك ذکرک، ما نام ازیر میگه بلند کردیم. نام پیامبر بلند بوده، بلند هست و تا به قیام قیامت. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. اگر این حکومت فرانسه بخواه که به خاطر یک کاریکاتور و یا از او یک مؤسسه‌ای که کاریکاتور را کشیده و پخش و نشر برسانه و بخواه روی امت اسلامی خدشه‌دار بسازه و چهره و سیمای درخشان سید المرسلین را خدای نخواسته بخواه خدشه‌دار بکنه، اشتباه کرده. و نور خداست. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. الله سبحانه و تعالی این نور همیشه روشن داشته و روشن داره. بناهن برای این حکومت هایی که این حرکت ها انجام میدن، اینها باید بدانن و بفهمن که همچون حکومت فرانسه در صدر اسلام هم حکومتی بود به نام حکومت ابو جهل، حکومت ابو لهب، ولی او حکومت ها برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میخواستن چنین حرکت های انجام بدن که گفتن که محمد ابتر هست. الله سبحانه تعالی از فوق آسمان گفت که ان شانئک هو الابتر، خود اینها ابترن و خود اینها بی نشانه و به اصطلاح دنبوریده هستن و هیچ اصل و اساسی ندارن. و همچنین ابو لهبی که میخواست و پیامبر صلی الله علیه و سلم توهین بکنه و گفت امان لحظه ای که هلاک شی محمد و این لفظ از زبان بیرون کرد، تا به قیام قیامت این صدا و این ندا در فضای دنیا میچرخه که تبت یدا ابی لهب و تب.
و من مطمئنم که سربازان جناب محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم و شاگردان این مکتب یقینا به جای خود نخواهد شیشت. از رسول الله صلی الله علیه و سلم دفاع میکنند در هر گوشه‌ای که از دنیا قرار داشته باشند و ما به او اشخاصی که توهین کردن به اونها نفرین میفرستم و اشخاصی که در این راستا چی از طریق رسانه، چی از طریق قلم، چی از طریق جانی و مالی خلاصه به دفاع از رسول الله صلی الله علیه و سلم حرکت کردن، الله سبحانه و تعالی برای ایشان سعادتمندی دنیا و آخرت و بهشت برینر نصیب بگردانه. باید در ابتدا یک سلامی من خدمت جناب استاد بزرگوار عزیز خود می داشتم، برای که چون موضوع بسیار مهمه که بحث توهینی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم شده بود ذهن و فکر من مشوش ساخت. یک سلام خاص خدمت استاد عزیز و گرامی جناب حضرت مولانا دکتر عمرای عزیز و گرامی دارم که الله سبحانه و تعالی ایشان را همیشه با عزت و سرفراز سربلند داشته باشه. آمین. جناب دکتر حضرت مولانا سلام مجدد داشتن خدمت شما. من دوست دارم در این باب اگر شما هم فرمایشاتی دارید بفرمایید تا انشاءالله بعدش باز در خدمت شما باشیم با اصل ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلات و سلام علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. با عرض سلام مجدد خدمت شما خوبان و جناب حضرت شیخ انصاری محترم. حقیقتش اون چیزی که در دنیا فعلا صورت میگیره من اون رو یک موضوع بسیار بسیار طبیعی میبینم. هیچ چیزی مهمی صورت نگرفته. اینی که مثلا 1 میلیون مرد میریزن، 1 میلیون آدم میریزن تو فرانسه و راهپیمایی میکنند به خاطر کشته شدن 12 نفر، در حالی که در سوریه 1 میلیون آدم کشته میشه به خاطر موندن سر قدرت 12 نفر. یا مثلا در فرانسه اسلام متهم میشه، در غرب اسلام متهم میشه. این چیز بسیار طبیعی است، چون که غرب احساس میکنه که در مقابل اسلام شکست خورده. غرب تونسته کشورهای جهان اسلام رو تسخیر کنه، تونسته دست نشانده های خودش رو گرده مردم در جهان اسلام سوار کنه، تونسته ثروت‌های جهان اسلام رو چپاول کنه، تونسته به خورد خودش بده، به ملتش بده که جهان اسلامیا اصلا از انسانیت بدورند و مفاهیم آزادی بیان و حقوق بشر و اینا مال این مردم نیست، اینا اصلا جزء بشر محسوب نمیشن. اما در عین حال در داخل شکست خورده، میبینه که همین اسلامی که اینقدر باش در افتاده داره توی خونه های یکی یکی فرانسویان داره میره. در فرانسه که ما 400,000 یهودی داریم که کتاب هیتلر که به اصطلاح سرکرده فرانسوی ها هست، نبرد من، در فرانسه اجازه نشر و چاپ نداره، چون که احساسات این 400 یهودی خدشه‌دار میشه. در اون فرانسه ما 6 میلیون مسلمون داریم و الان روزی شده که بیشتر این مسلمون ها فرانسوی هستند. فرانسه میتونه مسلمون هایی که از خارج رفتن از کشورش بیرون کنه، اما چه کار میکنه با مسلمون های خود فرانسوی؟ همینطور در بریتانیا، همینطور در آمریکا، همینطور در کشورهای اسکندنافی، هر جا نگاه میکنی اسلام داره خونه خونه در خونه غربیا رو میزنه و از داخل خونه غربیا داره صدای توحید و ندای الله اکبر میاد. الان این غربی که اینجور احساس شکست خورده داره یک شکست دیگه رو تجربه میکنه. اینا این کاری که میکنند فکر میکنند یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، اینا میخوان که نور خدا رو با همین هارو پورت راه انداختن به اصطلاح خاموش کنن. اما نمیدونن این بیچاره ها اسلام رو درک نکردن، این ندای فطرت انسانی رو درک نکردن. والله یتم نوره برای اینها غیر قابل هضم هست که این خداست که این نورش رو به اصطلاح به هدف میرسونه. این ما مسلمان ها هیچ دست گلی به آب ندادیم ها، هیچ کاری نکردیم برای به اصطلاح اسلام و نشر اسلام در غرب و اینها.
ما اصلا تو کشورهای خودمون با مشکل روبرو هستیم، نمیتونیم، اجازه نداریم. همینه، ما وصال حق میخوایم حرف بزنیم، تو ایران میخوایم بریم با به اصطلاح با فولاد میزنن سر و کلمون رو میشکنن که چرا اومدید، مسلمونها رو میخواید اصلاح کنید. ما تو منطقه خودمون مشکل داریم. اما وقتی میبینید تو غرب، نخیر، تو غرب مردم افواجن به سوی اسلام میان، نه به خاطر هنرمندی و زحمت من مسلمون، به خاطر حماقت‌های خود غرب. الان غرب با این کاری که انجام داده، با این کاریکاتور ساختنی که انجام میده، این داره بزرگترین خدمت رو به من مسلمون میکنه. این داره به اصطلاح زمینه سازی میکنه برای عقل غربی، که عقل غربی میگه این محمدی اینقدر باش دشمنن، این کسی که اینجور زشت این رو تصویر میکشن، این کسی که تونسته همه دنیا رو تحت شعاع قرار بده، این کی هست؟ اصلا از عقل غربی یک عقل قدرت پرست هست. کسی که قدرت داره رو میخواد پرستشش کنه، به سوی اون تمایل پیدا میکنه. الان غرب کاری که میکنه با این به اصطلاح راهپیمایی ها و با این جنگ تمام عیاری که بر علیه مسلمون ها به راه انداخته، مسلمون هایی که هیچی تو دستشون نیست مگر سلام، اسلامی که دعاش شعارش سلام علیکم هست، الان این رو اومدن اینقدر بزرگ کردن که هر نوجوان غربی آرزوش اینه که یکی از این پهلوونا، یکی از این افرادی باشه که تونستن دنیا رو تحت شعاع خودشون قرار بدن. در روزهای آتی انشاءالله ما شاهد موفقیت‌های بسیار بسیار بزرگی خواهیم بود در نشر اسلام در غرب، و این مسائلی که رو میده باید ما رو به کار بندازه، ما رو تشویق به فعالیت بکنه، نه اینکه جوانای ما بیان نوحه سرایی کنند و غم و اندوه بگیرند و به اصطلاح به هجله بشینند که آقا چی شده، پیامبر ما رو توهین کردند. پیامبر شما رو توهین نکردند آقا، اینا کسی رو توهین کردند که نشناختنش. اگه من و شما جوون مسلمون همت داریم، الان بیاین چهره واقعی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو، این آفتاب تابان رو، به این غربی که در تاریکی و ظلمت زندگی میکنه به اونها نشون بدیم، تا اونها هم از نور تابان و اشعه‌های پردرخشش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بهره مند بشن انشاءالله. حقیقتا جناب دکتر، همون مسائلی که شما اشاره فرمودید بهش مسئله‌ای هست که جای واقعا تأسف داره، و اینها در اون اجتماعی که 1 میلیون نفر رو جمع کرده بودن، یک عده تروریست جمع شده بودن و در صف اول وایستاده بودن دست به دست هم، من جمله کسی که به هر حال در اسرائیل جنایاتش بر همه آشکار، نخست وزیر اسرائیل رو آورده بودن، چون این تروریستی رو آورده بودن تا به خیال خودشون تروریست رو محکوم بکنن، جنایتکاری که انسان حتی حیفش میاد اسم حیوان رو برای این انسان استفاده بکنه. اون جنایتکاری که در غزه هنوز خون شهدای غزه، خون کودکان، خون زنان هنوز خشک نشده بر ساحل غزه، بر اون سرزمین پاک، این جنایتکار اومده بود در کنار جنایتکاران دیگری که اون رو دعوت کرده بودن تا بیان بگن که ما مخالف ترور هستیم، مخالف تروریست هستیم. دیگه هر انسان عاقلی شعر اینها رو میشناسه. یک میان برنامه کوتاه به همراه شما عزیزان میبینیم، برمیگردیم ان شاءالله باز موضوعی رو با شما عزیزان شروع خواهیم کرد که واقعا نیاز داریم به این موضوع بیشتر توجه بکنیم. همچنان با ما باشید. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم
پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش مادران مؤمنانند. بله، سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. همچنان با شما هستیم با موضوع برنامه امروز. در همچین شرایطی، در این زندگی، در این وضعیتی که ما پشت سر میگذاریم، در این دنیا چیکار باید کرد؟ در این دنیایی که از یک طرف به هر حال خیلی ها مینالن از مصیبت ها، از مشکلات، از سختی ها، از وضعیت سخت معیشتی، از دغدغه ها، از نگرانی ها، از دلهره ها. در این دنیا یک انسان مسلمان چگونه میتونه به نحوی زندگی بکنه، یا به تعبیر ساده‌تر چگونه زندگی بکنه که از فرصتی که در اختیار داره بهتر استفاده بکنه و به تعبیر خودمونی‌تر و ساده‌تر لذت ببره از زندگیش. لذت بردن در دنیا از یک زندگی، از زندگی که انسان مسلمان داره. انسان هم مسلمان باشه و هم زندگی براش قشنگ باشه، لذت ببره از زندگیش. امروز میخوایم با شما درباره این موضوع صحبت بکنیم که چطور از زندگی لذت ببریم. شاید در ظاهر بین قسمت اول برنامه و قسمت دوم برنامه ارتباطی نباشه، اما ارتباط بسیار زیادی وجود داره بین اون دوتا موضوع. ما طبیعت دنیا همین. دنیا به هر حال همونجوری که الله متعال فرمود ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. ما در دنیا حتما شما را آزمایش میکنیم با چیزی از ترس، با چیزی از کمی در مال دنیا، با آزمایش در مال، در جان. و دنیا محل آزمایش است و محل سختی هاست. چطور میشه با وجود پذیرش این مقدمه در همچین فضایی از زندگی انسان مسلمان لذت ببره؟ چگونه میتونیم از زندگیمون لذت ببریم؟ و آیا اصلا لذتی در زندگی وجود داره؟ جناب دکتر، جواب این سوال رو دوست دارم از شما بشنوم. آیا اصلا در دنیا لذتی وجود داره که ما بخوایم از زندگی لذت ببریم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بله، واقعا در دنیا اصلا جای لذت بردنه. دنیا خداوند متعال ما رو آفریده برای چی؟ برای سرسبز و سرشاد کردن عمران و آبادانی زندگی و دنیا و برای عبادت خداوند. و همه اینها لذته. اصلا در فطرت انسانی است که لذت ببره از زندگیش، لذت ببره از ازدواج، از کار، از سفر، از درس خوندن، از غذا خوردن، از صحت و سلامتیش. مگه نه اینه که خداوند متعال میفرماید زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. اینا همه رو خداوند ذلک متاع الحیات الدنیا قرار داده، خوشی ها و متاع زندگی دنیا. و برای انسان هم والله عنده حسن المآب هست، زیبایی ها و خوشی هایی هم هست برای آخرت. پس ما در این زندگی هستیم تا لذت ببریم از این زندگیمون. این زندگیمون رو به نحوی اداره و مدیریت کنیم که بتونیم بهترین فایده رو ببریم. همیشه انسان از چی لذت میبره؟ از موفقیت ها. چیزی که انسان رو میکشه و خورد میکنه شکست هست. همون مثالی که اول برنامه زدیم که ببین غرب الان شکست خورده، در خودش خورد شده، خیلی هویداست. همین راهپیمایی که مثلا ما میدیدیم، مدیریت راهپیمایی رو اگر نگاه میکردی کی بود جلوی همه حرکت میکرد؟ یه مشت اسکلت، افرادی از قرن بوق، همه پیرمردهای، پیرزنهای به اصطلاح با عقلهای پوسیده قرن گذشته میخوان که جامعه خودشون رو مثلا مدیریت کنن. در حالی که ما مسلمان ها نه، برعکس. ما مسلمان ها و یک فرد انسان تجددگراست. یک فرد مسلمون هر روزش تجددگرایی است و اینه که به اصطلاح از زندگیش لذت میبره. زندگیش به اصطلاح رابطه این فرد هست با
خداش، انسان مؤمن با رابطه‌ای که با خداش داره چشاش به آخرت دوخته، در زندگی است اما چشاش در این دنیاست، چشاش آخرت رو میبینه. یعنی الان ببینید خود یک انسان، تصور همین حالت که انسان به اصطلاح یک مؤمن در این دنیاست و آخرت رو میبینه، چقدر این زندگی براش لذت بخش میشه. حتی سختی های این زندگی، ببینید خود پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که عجبا لامر المؤمن، عجیب امر این مؤمن. خود پیامبر رو به حیرت انداخته که این مؤمن چه به اصطلاح تعجب آور امرش، چقدر حیرت انگیزه، شگفت آوره که اگه تو مشکلی بیفته خب صبر میکنه، این با از صبرش لذت میبره. اگه تو یک خیر و نعمتی براش، یک نعمتی بهش ارزانی بده، بهش شکر میکنه، با شکرش لذت میبره. یعنی اون چیزی که برای دیگران سختی آور هست، برای دیگران مشکل ساز هست، برای دیگران باعث میشه که خودشون رو خرد کنن، برای یک مؤمن لذت آور هست. می‌بینید که ما این صدا رو خیلی گویا میشنویم که مثلا کسی میاد شمشیر میزنه به یک مؤمن، گردن یک مسلمون رو میزنه، طرف میاد ابولؤلؤ مجوسی خنجر میزنه به حضرت عمر فاروق، یا طرف میاد حضرت علی رو به شهادت میرسونه. صدایی که از اعماق فرد مؤمن بلند میشه چی هست؟ فزت و رب الکعبه. یعنی احساس میکنه که به سعادت رسید، به شهادت یک آرمان شده برای مؤمن. سختی میدان آزمایش و نشون دادن خودش هست. مؤمن در سختی ها با یک احساس لذت و آرامشی میاد خودش رو به نمایش میگذاره پیش خداش که خدایا تو منو میخوای امتحان کنی، من هستم، من ثابت میکنم که من به اصطلاح اون شخصی هستم که از این امتحان حتی لذت میبرم. اینجاست که به اصطلاح رابطه بنده با خداست. این علو و شناختی که مؤمن در سرش داره، این رابطه مستقیم مؤمن با خدا سبب میشه که مؤمن همه زندگیش، همه کارش، همه فعالیتاش لذت انگیز باشه. زندگیش در کنار خانوادهش لذت دار هست. چرا که حتی همون کاری که برای خانمش میکنه، همون کاری که در خدمت فرزندانش میکنه، همون لقمه نانی که در دهن خانمش میذاره، همون لبخندش، این رو میبینه که این در یک داد و ستد هست با خدا. لبخند میزنه، اجرش رو گرفت. خدمت خانوادهش میکنه، اجرش رو گرفت. میره سر کار، اجرش رو میگیره. عرق میریزه، عرقش رو پاک میکنه، یه لبخند میزنه و احساس میکنه که حتی همین عرق برام لذت بخش هست. چرا که در مقابل این من دارم از خدام اجر و پاداش میگیرم. اینه که زندگی یک مؤمن تمامش لذت هست. اگر یک مؤمنی پیدا شد که از زندگیش لذت نمیبره، احساس سعادت نمیکنه، این مشکل دیگه برمیگرده نه به زندگی نه به سختی ها، مشکل برمیگرده به درون همین فرد. در واقع اون چیزی که در بیرون ما هست، این انعکاس و پژواک اون چیزی است که در درون ما هست. اگر ما در درونمون، در کالبد درونمون سرشاد ایمان بود، سرشار بود از ایمان، سرشار بود از محبت و به اصطلاح علاقه مستقیم با خدا، رابطه مستقیم با خداست، اینجاست که ما دیگه از زندگیمون لذت میبریم. اما اگر این رابطه خدشه‌دار شد، این ایمان لنگ بود، اگر این رابطه به جای این که من با خدام رابطه مستقیم داشته باشم، این رابطه رو گذاشتم به وسیله یک امام و یک قبر و یک امامزاده و نمیدونم یک شیاد و یک انسان مکار و یه چیزی دیگه، یه بوتی، یه گاوی، یک نمیدونم موشی، یک نمیدونم چه چیزی که مردم به اصطلاح بهشون دل میبندن، یا به دنیا و مادیات دنیا. اینجاست که دیگه این رابطه از بین میره، این لذت خشک میشه، چشمه این لذت خشک میشه و اونجاست که انسان از زندگیش لذت نمیبره، همیشه در اضطراب میشه، همیشه در احساس میکنه که کم داره، احساس میکنه که این زندگی براش تار هست، لذت نمیبره از زندگیش. و اگر من تنها یک سوال میپرسم از شما بیننده عزیز،
آقا واقعا از زندگیت لذت میبری؟ اگه بله، خب پس موفقی، مسیرت رو انتخاب کردی و میدونی کجا داری حرکت میکنی. اما اگر نه، اینجاست که باید برگردی و لذت رو از اطرافیان و از بیرونت نخوای، از داخل خودت ببینید که کجای کارت لنگه و ببینید که این کفشت حتما یه ریگی توش هست. این ریگ کفشت رو در بیار، ایمانت رو درست کن، جلاش بده، اون وقت ببین که زندگی چقدر شیرین و لذت بخشه. جناب دکتر، آیا لذت بردن از زندگی معناش این هست که ما در زندگی مشکلات و سختی ها نداشته باشیم و همش آسایش و آرامش و رفاه و ناز و نعمت باشه؟ آیا میشه به همراه وجود مشکلات و سختی ها هم لذت رو معنی کرد یا نه لذت به معنای عدم وجود مشکلات، سختی ها و به هر حال مصیبت هاست؟ هیچ ربطی بین لذت بردن و مسائل خارجی وجود نداره. مثلا شما کیه که تو دنیا مشکل نداره؟ رابطه انسان با خدا لذت انگیزی رو به اصطلاح بارور میکنه. ببینید اگه ما بگیم آقا لذت از چیه؟ از مال و ثروته. خب اونایی که مال و ثروت دارن میبینیم که همشون دارن خودکشی میکنن، همشون مشکل دارن، اصلا روانی میشن، دیوونه میشن، تا یه همیشون چششون به اخبار تا میگن که آقا دلار افتاد، دلار بالا رفت، همچین فشار خونش بالا و پایین میره. تو بیمارستانا میری همش که افتاده، استرس داره، روانی هست، فشار خون داره، همین پولدارا هستن. خب اگه میگیم که به اصطلاح مدرک و علم و دانایی هست، نه خیر آقا، نه علم و دانایی آدم رو به اصطلاح سعادت میکنه، نه پول و ثروت هست، نه حتی صحت و عافیت هست، نه این انعکاس و پژواک درونی هست. وقتی ما میریم مثلا به یک روستای پسمانده در کوههای نمیدونم ناشناخته افغانستان یا بلوچستان، میریم یه پیرزنی رو اونجا میبینیم که یه پیازی جلوش هست و یه تکه نون خشکی و همچین با مشتش میزنه میفته به جون این پیاز و تیکه پارش میکنه و میخوره. وقتی ازش میپرسی که آقا شما چیزی تو زندگیت کم داری؟ میگه نه، خیلی خوشحال هست، قبراق هست، سرحال هست، داره از زندگیش لذت میبره، از اون دارایی و از اون واقعیتی که توش هست لذت میبره. البته این به این معنا نیست که ما همون چیزی که داریم خب تو همون لاک خودمون باشیم و خوش باشیم، فقط نه، همیشه بارور میکنه خودش رو، همیشه به پیش ببریم. اما اینی که نه صحت، نه مثلا بیماری، نه سختی، نه مشکلات زندگی، هیچ چیزی باعث نمیشه که انسان مؤمن اون لذتی که از زندگی داره اون رو ضایع کنه. مشکل اینجاست که ببین وقتی خداوند متعال ما رو خلق کرد، از ما پرسید که الستو بربکم، ما گفتیم بله، ما پروردگارا، ما اعتراف داریم، اقرار داریم که تو پروردگار ما هستیم. وقتی هم که خداوند ما رو به این دنیا آورد، کل مولود یولد علی الفطره، ما رو بر فطرت گذاشت. فطرت همیشه همون به اصطلاح چرخش درست هست. هر چه که من از این فطرت و از این چرخش درست دور بشم، مثل لاستیک ماشین تا به اصطلاح درست میچرخه، تا درست ازش استفاده میشه، خب راست میچرخه، درست کارآمد میده. اما وقتی خشک شد، وقتی گریستش و روغنش شد، شروع میکنه قرقر صدا زدن، نق زدن، شروع میکنه به اصطلاح دیدش از زندگی، دیدمون از زندگی به اصطلاح خدشه‌دار میشه. هیچ ربطی نه بین مشکلات هست و نه بین آسایش با لذت بردن زندگی. لذت بردن از زندگی برمیگرده به داخل من نوعی تونستم خودم رو بشناسم. اگه من تونستم خودم رو بشناسم، بقیه موضوعات حله. همینی که من بشناسم. ببینید خداوند متعال از ما چی خواسته؟ از ما خواسته که ما خداوند متعال رو عبادتش کنیم. بیش از 10 آیه ما داریم که به ما اشاره میکنه، صراحتاً به ما میگه که خداوند رزاق هست، خداوند روزی رسان هست. یه آیه تنها در قرآن داریم بر زبان شیطان که و شیطان یعدکم الفقر، شیطان شما رو از فقر و بدبختی میترسونه. خب
ما اومدیم شیطان دروغگو رو که در یک آیه ذکرش اومده این رو قبول کردیم، 10 آیه‌ای که خداوند راستگو، خداوند منان، خالق ما اومده به ما گفته که منم روزی رسان، اونها رو به اصطلاح قبول نکردیم. اینجاست پس مشکل نه مشکل شیطان است، نه مشکل به اصطلاح سختی‌های زندگی، مشکل من نوعی هستم. من نوعی وقتی که شناخت درستی از خودم ندارم، شناخت ویژگی‌های خودم رو حتی نشناختم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند اعملوا فکل میسر لما خلق له. انجام بدید، کار انجام بدید، فعالیت بکنید، هر یکی از شما برای کاری ساخته شدید. اینی که ما میاییم مثلا نتیجه رو هم نگاه میکنیم، آقا من کار کردم، فعالیت کردم، هیچ نتیجه نداد برام، آقا من به مردم خدمت کردم، فلان کردم، الان تو هچل افتادم، کسی به فکر من نیست، کسی کمکم نمیکنه. آقا چی داری میگی؟ پیامبرانی هستند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از روز قیامت وقتی خبر میده میفرمایند که یأتی یوم القیامت النبی و لیس معه احد. میاد در روز قیامت پیامبرانی میان که هیچ کسی با اونا همراه نیست. حالا این پیامبران قدیم اند، بنی اسرائیلیا. یعنی چی؟ یعنی پیامبری که 200 سال و 1000 سال و 2000 سال سر شاخ بوده دعوتش، هیچ کسی باش نیست. یعنی چی هیچ کسی باش نیست؟ یعنی حتی زنش بهش اسلام نه آورده، حتی دختر پسراش بهش، بچه‌هاش بهش ایمان نه آوردن. خب این پیامبره، هیچ نتیجه‌ای کارش نداد. اما پیامبر چی هست؟ پیش خدا اینقدر عزیزه که اگه من و شما بیاییم همه بشریت رو به اسلام دعوت بدیم، همه‌شون هم مسلمون بشن، من و شما به گرد پای اون پیامبره که هیچ کسی به دعوتش لبیک نگفت نمیرسیم. اون پیامبر پیش خدا از ما عزیزتره. پس چی حکایت اینجاست که لکل درجات مما عملوا، برای هر یکی جایگاهش هست، مقامش هست، بر اون تلاشی که انجام میده. و ما ربک بغافل عما یعملون، و خداوند هم غافل نیست از اون چیزی که افراد انجام میدن. اینه که ما بیاییم این ویژگی خودمون رو درک کنیم، خودمون رو بشناسیم. اونجاست که ما میتونیم یک انسانی باشیم که از زندگیمون لذت میبریم. چرا؟ چون که خودمون رو شناختیم. شناخت خود باعث میشه که انسان از زندگیش لذت بره. چرا؟ که احساس میکنه که من در مسیرم. نه اینی که ما وقتی میاییم که به اصطلاح کفش میذاریم تو پا، میذاریم تو کفش دیگران، بعد میگیم که آقا چرا من موفق نشدم، آقا چرا من به هدف نمیرسم. ببینه همه نمیتونن همه کاره باشن، همه فن حریف دیگه وجود نداره. حسان ابن ثابت صحابی پیامبر هست، خب مجالش چی هست؟ شناخت خودش، هویتش چی هست؟ هویتش ادبیاته. آقا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بهشون میفرمایند که احجهم و روح القدس معک. اما ما در حدیث و در تفسیر و نمیدونن در جنگاوری و در این حسان ابن ثابت اصلا اسمشو نداریم. خالد ابن ولیدی که دنیا رو فتح میکنه و بزرگترین ژنرال تاریخ بشریت هست، کی هست؟ در میدان تفسیر اصلا خالد رو اسمش رو نمیشنویم، در حدیث خالد رو نداریم، در فقه خالد رو نداریم، در میدان جنگ و معرکه خالد رو داریم. سلمان فارسی رو داریم، ابراهیم بتشکن داریم، نمیدونم هری که ابو هریره رو ما مثلا یک سیاستمدار بزرگ نداریم، اما در میدان حدیث داریم. هر یکی طعم خودش رو داره، هر انسانی طعم خودش رو داره. مهم اینجاست که من بدونم من کیم، چه قدرت‌هایی دارم، چه ویژگی دارم، چه شخصیتی دارم، این رو بیام بارورش کنم و در همون مسیر خودم زندگی به اصطلاح حرکت کنم. اونجا میبینم که زندگی بسیار بسیار لذت بخشه. این گرد و خاکی که هم که روی به اصطلاح تو مسیر زندگی میاد، چون که من به هدف نگاه میکنم، به اون چشم به اصطلاح درست مثل منی که مثلا میخوام حرکت کنم به یک جایی مهم، یک جایی رو دارم نگاه میکنم، یک نقطه قله کوه رو میخوام بهش برسم. در این مسیر که میرم خب یک دره هست، هی باید مجبور میشم پایین بیام بالا برم، از سنگ لیز میخورم میافتم، بعد چشم به قله کوه هست که باید من به این برف برسم که رو قله کوه. همه این سختی ها برام هیچ بهایی نداره، همه اینها همینجور گذران میکنم، خودم رو به این قله میرسونم. مشکل وقتیه که من این قله رو در زندگی ندارم، فقط پام رو چشامو گذاشتم جلوی پام رو وقتی نگاه میکنم بله یه چاله هست،
چاله که اومد دیگه غم و اندوه من شروع میشه که چطور از این چاله بگذرم، بعد از این چاله چی میشه، چه بلایی سرم میاد. پس مشکل در داخل هست، مشکل در بیرون نیست. خیلی ممنونم جناب دکتر. اجازه بدید ما برگردیم داخل استودیو و در خدمت جناب مولانا باشیم با ادامه موضوع. جناب مولانا، جناب دکتر به تفصیل صحبت کردن درباره اینکه میشه در زندگی هم لذت برد و علیرغم اینکه خیلی ها احساس میکنن که لذت بردن تنها فقط آسایش و آرامش و نداشتن و مشکل و مصیبت هاست، این نیست و اینکه میشه در اوج مشکل هم انسان احساس لذت بکنه و در سختی و مشکلات هم احساس لذت بکنه. چه اسبابی به ما کمک میکنه که این احساس در همچین شرایطی برای ما حاصل بشه که ما در غم باشیم، به مانند یوسف در داخل چاه باشیم یا در داخل زندان باشیم و باز هم ما احساس آرامش و لذت بکنیم. تشکر. واقعا صحبت جناب استاد بزرگوار همه جانبه بود و ما قبل از اینکه اسباب و مسائلی که لذت یا آسایش رو به وجود میاره اشاره کنم، به تعبیر امروزی براستی هم برای اکثر انسان ها همین شده که اگر غمی نداشتی، مصیبتی نداشتی و زندگی مرفهی داشتی از لحاظ اقتصادی یا از لحاظ صحت، میشه لذت برد، اما در غیر از او امکان نداره. این یک امر شده که در ذهن و فکر و مفکوره اکثر انسان ها هست. من نمونتاً چند نمونه رو اشاره میکنم و بعداً روی اسباب میاییم. اگر زندگی ابتدای مسلمان شدن بلال رو ما نگاه کنیم، در حقیقت همه شکنجه ها، سخت‌ترین شکنجه او در جان خود به اصطلاح می قبولانه و قبول میکنه و باز هم از او را بر نمیگرده و شعاری هم که خیلی جالبه که بلال همه چیز رو میدانست، رحمان و رحیم و غفور و کریم و همه الله، حتی لفظ الله که لفظ جلاله مبارک هست، ولی با او همه شکنجه احد احد میگه. از بلال پرسان کردن که شما خب دمی که شکنجه میشودید فریاد میزدید که یا الله یا رحمان یا بالاخره فریاد رسی که یا حلال المشکلات، دریق احد احد چرا میگفتی؟ بلال میگه من هر قدر که شکنجه میشدم از جمله احد احد لذت میبردم، همه خستگی ها رفع میشد، همه دردها، همه اینها. چی لذت میبردی؟ میگفت من از این لذت میبردم که امیه ابن خلفه که با او همه شأن و شوکت و عظمتی که داشت میامد پیشم زاری میکرد که یک رن بگو که همین لات و عزا به حقه، همین یک مرتبه بگو تو رها میکنم. باز من میگفتم احد احد یعنی یکی هست. در حقیقت من از این میگه لذت میبردم که او جسم من شکنجه میکردم، من روح از او شکنجه میکردم. یعنی سخت‌ترین مشکلات سر بلال آمد ولی در او حالت لذت میبرد چون ارتباط از با الله سبحانه و تعالی برقرار بود. مثلا وقتی مصعب ابن عمیر شما نگاه کنیم که با همه ناز و نعمت رشد کرده بود، با لباسهای رنگارنگ و عطرهای رنگارنگ و بالاخره با همه تجملات عصر و زمان همه رها میکنه، ثروت رها میکنه، همه ناز و نعمت ظاهری رها میکنه و میای فقر رو انتخاب میکنه در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم. این چرا این کار کرد؟ چون یک شی با ارزشتری پیدا کرده بود که از اون لذت میبرد، اونها چیزای پیش پا افتاده شده بود پیش از اون. براستی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم که فرمودن در حدیثی که عباس ابن عبدالمطلب فکر میکنم که راوی حدیث هست که میفرمایند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من ذاق طعم الایمان، چی کسی امی شیرینی ایمان لمس کرده یا احساس کرده یا چشیده، ایر چی کسی احساس میکنه و چشیده شیرینی ایمان من ذاق طعم الایمان؟ کسی که گفته که رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبی و رسولا. کسی که به الله سبحانه و تعالی ایمان آورده و کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورده
و اسلام را قبول کرده. بنابراین هر یک زندگی های صحابه که نگاه میکنیم مال خیلی شیرینه. ابوبکر صدیق تمام مال خود در راه اسلام میده، مال را میده لذت میبره. امروز انسان ها دنبال مال میدون که مال را به دست بیارن تا لذت ببرن. ابوبکر کل مال را میده تا لذت را به دست بیاره و لذت را به دست آورد. این بزرگترین لذت یک از فوق آسمان ها گفته میشه رضی الله عنه و رضی عنه. خدا از ابوبکر راضیه و صحابه کلا و عموما. بنابراین امروز متاسفانه جامعه ما و مردم ما که چگونه لذت را به دست بیارن و از زندگی چگونه لذت ببرن فکر میکنیم که فقط بریم تفریح و یک شب با ساز و موسیقی و با لهو و لعب و با رقص و پایکوبی و با اینها همه سپری بشه لذت. حتی بدبختای شاید باشن که حرکت بکنیم بریم در یک کشوری به طرف فسق و فجور و فساد، اینا بریم چند روز کیف کنیم لذت ببریم. در حقیقت همه اونها لذت نیه و ذلت هست. من فقط اسبابی که ما چگونه میتوانیم یک زندگی با لذت بگردانیم به طور خلاصه و فشرده هر چیزی اسباب داره. اسباب به دست آوردن لذت در زندگی چیه؟ اول اینه که زندگی ما در پرتو قرآن و احادیث گوهربار نبی کریم صلی الله علیه و سلم باشه. یک زندگی ایمانی. ما نمیتونیم امروز وقتی در دنیا میبینیم اشخاصی که ایمان نداره به هیچ عنوانی نمیتونیم ما برای از او آرامش بدیم. برای اینکه هر قدر سرمایه داشته باشه، قدرت داشته باشه و بالاخره همه اینها، اما شرط اول و شروط اول که زندگی لذت بخش میکنه در پرتو قرآن و احادیث. حالا توصیه های قرآن و احادیث چیه که بیشتر و بیشترتر ما به لذت برسیم، ما به آرامش برسیم، ما از زندگی لذت ببریم؟ اینه که ذکر الله سبحانه و تعالی، یاد الله تعالی. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة و اصیلا. یعنی ذکر خدا رو زیاد بکن و همچنین صبح و شام که در آمد، یعنی 24 ساعت به یاد خدا و به ذکر الله سبحانه و تعالی باش. و شاید هم وقتی که سوال میشه که 24 ساعت ذکر خدا، یاد خدا، در این طریق کسی آمد به محضر سیدنا علی بن ابی طالب پرسان کرد، گفت که شما پروردگار عالم، یعنی غیر مسلمان بود، آمد پرسان کرد که خدای خور، الله خور، معبود خور، شبانه روز چند ساعت عبادت میکنی؟ سیدنا علی کرم الله وجهه فرمودن که ما پروردگار عالم 24 ساعت عبادت میکنیم. گفت عجب، شما 24 ساعت مگر غذا نمیخوریم، مگر خواب نمیشیم، مگر بالاخره استراحت نمیکنیم؟ سیدنا علی کرم الله وجهه فرمودن که بله، ما وقتی که میخوابیم به این نیت میخوابیم که لحظاتی رو بخوابیم فکرم آرام بشه که فردا وقتی میریم سر کار کسی فریب ندیم، بازی ندیم و بالاخره با فکر راحت کسی از دست و زبان ما آزار و اذیت نبینه. پس به این نیت میخوابیم، خواب ما عبادت هست. بیدار که میشیم غذا میخوریم، غذا رو به این نیت میخوریم که وجود ما قوت و انرژی داشته باشه، ما پروردگار عالم رو بتونیم سجده کرده، با بندگان الله سبحانه و تعالی وقتی حرف میزنیم حرف زده بتونیم. بنابراین نیت ما در خواب شدن، در غذا خوردن، حتی به مصداق و حدیثی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمودن که کسی که با زنان منکوحه خود نزدیک میشه برای از او اجر و پاداش داده میشه. صحابه عرض کرد یا رسول الله، در این عرصه هم ثواب داده میشه؟ این یک لذت زندگی هست، اطفای شهوت. بله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که اگر همین عمل رو بریم در حرام انجام بدیم، از غیر مشروع انجام بدیم، آیا گناه هست یا نیست؟ گفتن بله گناه هست. گفتن پس وقتی از راه مشروع انجام داده میشه اجر و پاداشه. بنابراین کل زندگی انسان وقتی میگیم یاد خدا، انسان میتونه با اون نیت خود و خصوصا در عرصه نماز آمده که وقتی میگیم ذکر خدا، یاد خدا عبارت از تمام اعمال صالح هست، چی نماز، چی روزه، زکات، حج و الی آخره، همه اینها ذکره، یاد الله سبحانه و تعالی. اما خصوصا و بالخصوص در عرصه نماز هست که صحابه
اهمیت خاص نسبت به نماز میدادن و توجه خاصی به نماز داشتن. کسی که نماز را درست و صحیح بخوانه به شروطی که گفته شده، به طریقه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم که گفته شده سلو کما اصلی، شما نماز بخوانید مثل که من نماز میخوانم. بنابراین این نماز در زندگی انسان لذت به وجود میاره و همینه که گفته شده که او که در آیات و در احادیث و روایات زیاد هست که این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، وقتی انسان از فحشا و منکر دور شد، کارهای زشت و ناروا دور بشه، طبیعتا لذت میبره. میگه که نقش معکوسی نگین از سجده گردد درست، سرنوشت واژگون را راست میسازد نماز. یعنی کل مشکلات انسان را نماز حل میکنه. استعینوا بالصبر والصلاة گفته شده. چه سری در نماز هست جناب مولانا که نماز انقدر تاکید در اون هست و برای آرامش بنده روزی 5 بار، یعنی مسئله هست که به هر حال بیشتر از بقیه تاکید شده روش. چه سری هست در آرامش در نماز؟ اگر ما اسرار نماز بیان بکنیم که او که یک بحث طولانی میخواد، فقط به طور مختصر همینه که هدف از زندگی انسان که خوشبخت میکنه و با لذت میکنه توحید و ارتباط با الله هست. نماز هم با جمله الله شروع میشه، با جمله الله ختم میشه. الله اکبر، السلام علیکم و رحمت الله. الله اول، الله آخر. پس از ابتدا تا انتها انسان مصروفه. حتی شما مسئله روزه نگاه کنیم، انسان روزه داره، در اثنای روزه میتونه با یکی دیگه هم ارتباط بگیره. کجا میری، چی میخوای، کجا میری، در دکان نشسته. حتی مسئله حج میبینیم در مسیر منا و عرفات و مزدلفه با یک دوست خوب آشنای سلام علیک گفته و اختلاط کرده با هم روانه. در مسئله نماز با مجردی که میگه الله، یعنی دیگه همه مستغرق الله سبحانه و تعالی. شما ببینیم کلا ارتباط اکل، شرب، حرف زدن، فقط ارتباط با الله سبحانه و تعالی. این رمزیه که یعنی ما میتونیم بگیم که نماز همون شماره خاص پروردگار عالمه که انسان دیگه ملاقات خصوصیه. از ابتدا حتی شما ببینیم در الله اکبر که شروع میکنه الله اکبر، در ابتدا توصیف پروردگار عالم، سوره فاتحه حمد پروردگار عالم، باز هم توصیف پروردگار، باز هم اقرار، خاص طور میپرستم، خاص از تو یاری میخوام. تمام عرصه ها خلاصه این یک ارتباط خاص با الله سبحانه و تعالی که انسان وقتی که با مشکل میخوره، چرا گفته نشده اگرچه روزم هست، حجم هست، اما گفته شده استعینوا بالصبر والصلاة. به خاطر چی؟ یعنی از تمام اشیای دنیوی، حتی از مسائل حلال دست بکش، بیا خاص توجه به الله سبحانه و تعالی بکن. الله سبحانه و تعالی حرف تو میشنوه، الله سبحانه و تعالی مشکل تو حل میکنه. پس این یک ارتباط خاصی با الله سبحانه و تعالی هست که یعنی اول گفتیم زندگی چی خوشبخت میکنه در پرتو قرآن و حدیث که از لابلای از او ذکر و نماز و اینها. سوم مسئله همنشین هست. زندگی انسان را همنشین او زندگی با لذت میگردانه. مثلا ما و شما چگونه همنشینی؟ ما و شما می نشینیم صحبت میکنیم که حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذوالنورین، علی مرتضی، صحابه و این بزرگان دین، اینا رو وقتی که ما اینقدر برای خود اسوه قرار میدیم، اینا با کی هم نشین شده بودن؟ رسول الله و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. وقتی هم نشین رسول الله صلی الله علیه و سلم شدن، برای از اونا ملقب شد یا لقب دادن به نام صحابه، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، و الله سبحانه و تعالی از اونا هم رضایت کرد. پس همنشین اینقدر تاثیر میگذاره. و مثلا همنشین سو، شما ببینید قرآن عظیم الشان اشاره میکنه که اشخاصی که همنشین سو دارن در روز قیامت به فریاد میافتن، به ندامت و پشیمانی میافتن که یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش که فلانی دوست من نمی بود. من مطمئنم که اونهایی که به دنبال ابو جهل و ابو لهب رفتن و دوستی از اونا رو انتخاب کردن، این فریاد در حشر میزنن. پس یکی از راهایی که زندگی انسان رو با لذت میگردانه همنشین خوب. ولی از این که مسائل همنشین ما بیان میکنیم، خب درسته افراد صالح
افراد نیک، نشستن با علما، با اهل زهد و تقوا و پرهیزگاری. ولی چون زندگی، بحث ما از اینه که ما چگونه زندگی خود به اصطلاح با لذت بگردانیم و از زندگی استفاده درست و صحیح بنماییم، میم در همین عصر مثلا زن و شوهر داری، اینا دو هم نشینن و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این عرصه که حتی دعا کردن کسی که همنشین دیندار رو بخواه انتخاب میکنه. مثلا فرمودن تنکح المرأة لاربع، لمالها ولجمالها ولحسبها. اینا رو هم که انتخاب بکنه شخص، یک زن سرمایه داره با نسب، با حسن و جمال، اشکال شهری نداره، اما امتیازی که کسی که یک همنشین دیندار بخواه انتخاب میکنه شامل دعای رسول الله میشه که فظفر بذات الدین، یعنی کامیاب باد، رستگار باد او انسانی که یه همنشین رو بخواه انتخاب کرده. اما اگر دیگران انتخاب کرد تربت یداک، یعنی دیگه خیلی به سراغ خوشبختی نمیره، یعنی از زندگی لذت نمیبره. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن لذت زندگی کدام زن و شوهر میبرن؟ زن و شوهری که مسائل دین رو انتخاب کردن. و این چیز واضح و مسلمیه که هر جوان، هر پسر مسلمانی که رفته یک دختر مسلمان رو انتخاب کرده و هر دختر مسلمانی که یک شوهر مسلمان رو انتخاب کرده، یک پسر مسلمان رو انتخاب کرده، از زندگی لذت بردن و لذت میبرن و ثمره نتیجه و زندگی از اونها هم خیلی نتیجه خوب و مثبت و اولاد صالح و که اولاد اینا مصدر خدمت به جامعه و اینها شدن. پس این مسئله همنشین هست که حتی جوانهایی که در بازار زندگی میکنن، جوانهایی که پسرن، دخترن، اگر همنشین خوب داشته باشن از زندگی لذت میبرن. اگر همنشین، خدای نخواسته همنشین بد باشه، بر علاوه که لذت نمیبرن دوچار مشکلات و اینها میشن. پس از اسباب به وجود آمدن لذت در زندگی انسان همنشین با انسانهای خوب و شایسته و انسانهای صالح. چهارم از اسبابی که زندگی ما میتونیم از زندگی لذت ببریم، دنیا به اندازه کافی، به دست آوردن دنیا، در طلب دنیا به اندازه کافی. چگونه به اندازه کافی؟ ما در دنیا نیامدیم که هم و غم ما دنیا باشه و ما این دنیایی که میبینیم اینا را الله سبحانه و تعالی در خدمت ما انسانها قرار داده. مثلا ما نباید در خدمتی باشیم، ما نباید که اینقدر محبت این دنیا در قلب ما جا گرفته باشه که فکر بکنیم که ما دیگه در همین دنیا برای همیش هستیم و برای همیش باقی میمانیم. نه، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که عابر السبیل، ما مثل که یک مسافری از جای میای و پس عبور میکنیم و در دنیا چنین زندگی. ما مثلا این مسئله رو واضح تر بگم، ما بعضی اشیای دنیوی به خدمت خود قرار ندادیم، خود در خدمت اشیای دنیا قرار دادیم، ما خادم شدیم عوضی که اونها. مثلا اسباب میبینیم که یک شخص در خانه خود گرفته که شاید در طول عمر هم از او استفاده کرده نتونه، ولی هر روز خود از او که خیر زن و بچه و فرزند درم انداخته که هر روز اینا رو صافی بزنیم و بلند بچینیم و تاقه ها بچینیم و بلوری ها بچینیم و مرتب کنیم و عوضی که اونها در خدمت این انسان باشه، این شده خادم برای چاینک و پیاله و پشقاب و بالاخره به خادم موتر شده، خادم خانه شده، خادم زندگی. ما فقط ماییم که از زندگی لذت ببریم، یعنی ساده زیستن هست، قناعت در زندگی، قناعت در زندگی که جز اسباب هست، ولی ساده زیستن. صحابه تجملات و دنبال زندگی صحابه شما وقتی که نگاه کنیم زندگی با تکلف نداشتن. بله، زندگی بود اگر دوست اینا می آمد در خانه چیزی بود، به همراه دوست خود می نشستن، می خوردن، صحبت می کردن، قصه می کردن. من جناب استاد سلیمانی عزیز یادم از یک خاطره آمد، چون در اینجا گفتیم که دنیا به اندازه یا تجملات اینا، جای یکی از اقوام و خویشاوندان بودیم که یک سفره بسیار مجلل انداخته بود دیگه، عرف و عادت های عجیب و غریب. این سفره‌ای که شاید 10-12-20 رقم خوراکه پخته کرده بود و گذاشته بود و ما جمعی که نشسته بودن، ما در اونجا گفتم که میفهمیم که این دسترخوان هم با ما صحبت میکنه. گفتم تنهایی نیه که یک خطیب مسکین بالاشه با منبر وعظ و نصیحت کنه و تبلیغ کنه، همین دسترخوان فیلی، همین سفره‌ای که هموار شده، همین غذایی که تهیه شده، گفتم با ما حرف داره. همه گفتن چی میگی؟ گفتم نمیشنوی چی میگه؟ باید صدای از شما بشنویم.
گفتن که چی میگه؟ گفتم این دسترخوان میگه که این غذا را که خوردیم تا سال دیگه شما را به این خانه نبینم. نمیتونیم هر روز 12 هر روز دیگه به این خانه دیگه هر روز نیاییم. این دسترخوان به ما این صحبت داره که دیگه این دفعه که نوان خوردیم تا سال بعد 12 ماه بعد 12 ماه بعد چون 12 مدل غذا گذاشتیم. امروز انا همین تجملات، همین تکلفات، همین مسائلیه که ما چکار کرده؟ ما لذت را از زندگی ما گرفته. ما لذت نمیبریم. به خاطر چی؟ چون دنیا به اندازه کافی ما فکر میکنیم این کافی نیه. به خاطر که اگه یک قسم غذا ما برای مهمان خود ببریم، دو قسم غذا به اندازه مهمان خود ببریم، اگر هر چی که به اندازه توان کسی داشته باشه که بحث جدایی، اما میمونه که ما خور به تکلیف بندازیم، هم و غم ما دنیا باشه، شب و روز تلاش بکنیم، زن و بچه فراموش کنیم که ما دنیا رو به دست میاریم، در حقیقت ما لذت زندگی از دست دادیم. همچنین مسئله تقسیم اوقات منظمه. لذت زندگی کسی میبره و دست میاره که تقسیم اوقات منظمی داشته باشه. چگونه تقسیم اوقات؟ الله سبحانه تعالی برای ما همه ای آیاتی که نازل شده و پروگرامایی که از جانب الله سبحانه تعالی برای ما داده شده همه درسه. مثلا الله سبحانه تعالی در شبانه روز 5 وقت نماز قرار داده. ابتدای نماز، انتهای نماز، یعنی اول وقت آخر وقت. مسئله روزه سال یک مرتبه، مثلا نگفته که هر کس هر وقت عرفات رفت ثواب یک حج داره، نه، در طول سال یک روز مسمى شده به نام روز عرفات. همه اینها به خاطر چیه؟ عرفات مشخصه، وقت نماز مشخصه، وقت روزه فرض مشخصه، نماز جمعه مشخصه. همه تشخیص اوقات به خاطر اینه که انسان در یک تقسیم اوقات منظم بگرده. چی وقت بخوابه، چی وقت غذا بخوره، چی وقت استراحت کنه و چی وقت دعوت داشته باشه. پس تقسیم اوقات منظم زندگی انسان لذت بخش میکنه. به کارهاش میرسه، همه به کارها میرسه، همه به کارها. و واقعا من با یکی از دوستا برخورد کردم که خیلی جالب بود برای من، خود من شخصا با او یکی از دوستا در افغانستان ساعت 5:05 عصر بود که کسی آمد که به دروازه خانه فلانی به تو کار داره. او گفت چی کار داره؟ گفت نسبت به همون معامله‌ای که با شما صورت گرفته بوده. گفت برو تو برای فلانی بگو ساعت 8 تا 4 من در دفترم، به همون وقت تایمی که برای معامله من اختصاص دادم، برای تجارت، برای معامله، به همون وقت مراجعه کنه. من وقت خود تقسیم کردم، از فلان ساعت تا فلان ساعت من در خانه‌ام، با اولادایم، با فامیلم، با اینا. ما گفتم سبحان الله که واقعا وقتی که انسان، ولی اون که می‌بینیم بهترین تاجر هست، تجارت خیلی خوبی داره، در تجارت خود موفقه، تربیت اولاد موفقه، در زندگی خود موفقه و حتی در روحی جسمی و فکری خود آرامه. پس چیزی که زندگی با لذت میگردانه تقسیم اوقات منظمه. همچنین هدف از زندگی نمودن، خود انسان بفهمه که من در همین دنیا که آمدم روی چی هدفی آمدم، به خاطر چی آمدم، با هدف زندگی کردن. این متاسفانه که امروز در جامعه ما خیلی از انسانها حتی شاید از دنیا رفته باشن نفهمیدن ما چیکار به چی واسطه در دنیا آمدیم، چرا زندگی میکنیم. هدف از زندگی باید مشخص باشه. زندگی من میخوام چه کار بکنم، حتی در عرصه درس و تحصیل. بسیاری از دوستان میبینیم صنف 12 مکتب و مدرسه هستن، بعد میگیم که میخوای در آینده چی بشی؟ میگه نمیدانم، نمیفهمم. حتی از یک پوانتون، از یک رشته فارغ میشه، از دانشگاه فارغ میشه، از پوانتون فارغ میشه، در این قسمت باز هم هنوزم متردده. میخوای در آینده چی بشی؟ چه کار باید بکنی؟ نمیفهمم، نمیدانم. پس وقتی هدف مشخص نبود، من امروز بعضی دوستا که چنین صحبت کردم، گفتم که میخوای چی بشی؟ گفت تا حال تصمیم نگرفتم. گفتم خب چی وقت میخوای تصمیم بگیری؟ باز امروز از او یک شوخی کردم، گفتم شما ببخشید تا حال مشخص کردیم میخوایم بهشت بریم یا دوزخ؟ در اصل یعنی انسان باید مشخص کنه سرنوشت خور، هدف از زندگی خور. همه این مسائلیه که به زندگی انسان لذت ایجاد میکنه. و همچنین
اگر به روی ارقام پیش بریم، مسئله هفتم اینه که کسی که مایب در زندگی از او لذت ایجاد بشه، کوشش نکنه که همه به میل او رفتار کنن. هیچ امکان نداره. مثلا من در خانواده خود من مثلا تفریر دوست ندارم، رفتن به یک پارک دوست ندارم. خب شاید فامیل دوست داشته باشه، شاید اولادا دوست داشته باشن، اما وقتی اینها دوست دارن، ما آیا با اینا برخورد کنم؟ شما حق نداریم به فلان پارک تفریحی بریم. شما درسته شاید بگن که ما برای از اونایی دلیل داشته باشم که پارک ناسالمیه، اونجا شاید فضای درستی نباشه. خب اما در یک کنار میشه انسان با فضای درست بره، با حجاب اسلامی بره، در بالاخره در این عرصه. مثلا من یک غذای دوست ندارم، شاید خانواده دوست داشته باشن. بله. در این عرصه سلیقه متفاوته طبیعتا. اما این نباید که این لذت زندگی مار به خاطر یک غذا، به خاطر یک شی بی ارزش، به خاطر یک گفتگوی بسیار پیش پا افتاده لذت زندگی به هم بریزانه. پس حتی میبینیم از لحاظ شرعی قرآن عظیم الشان اشاره میکنه که وقتی که آدم و حوا در زمین میآین، اشاره میشه که شما هر دو با هم در صیغه تثنیه ذکر میشه. آیه مبارکه قل نهبطوا منها. در قایه قبلش فرمودین که قلنا یا آدم اسکن، یا آدم اسکن، یا آدم اسکن انت و زوجک. در اینجا میگه اسکن. اسکن یعنی چی؟ یعنی جایی که آدم سکونت میکنه هوا باید سکونت کنه. انت تو اسکن آدم، هر جایی که تو سکونت میکنی همسر تو با تو سکونت کن. از لحاظ شرعی هم همینه، هر جا که شوهر زندگی کرد همسری باید هم خانومی همراه زندگی کنه. و کلا منها. اما ادامه میگه و کلا تثنیه. آدم جان تو غذای شیرین خوش داری، هوا شاید شور خوش داشته باشه. و کلا تثنیه، شما بخورید با هم. وقتی اینجا در تثنیه ذکر میشه یعنی غذایی که زن دوست داره او غذا باید زن استفاده کنه، مرد استفاده. مثلا بعضی از مردها شاید طبیعتا چای سبز بخورن، اما اصرار میکنن که همسر اینا باید چای سبز بخوره، یکی چای سیاه میخوره همسر. این مسائلیه که اگر ما بخوایم که کوشش کنیم که همه به میل ما باشن، حتی قضیه شرعی، ما مثلا به عنوان یک داعی و دعوتگر ما در جامعه دعوت میکنیم، خب همه دعوت ما رو میپذیرن؟ نمیپذیرن طبیعتا. خب وقتی همه دعوت رو نمیپذیرن دیگه ما باید دیگه رنج ببریم که چرا دعوت خور کردیم، تبلیغ خور کردیم، وظیفه خور انجام دادیم و این نتیجه به دست الله سبحانه و تعالی. حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نشستن دعوت کردن، تبلیغ کردن، دیدن که ابو جهل، ابو لهب دیگه سران کفر اینا ایمان نمیاره، به غم اندوه اینا نشستن، سر به زانو، به چرت و به فکر. آیه نازل میشه طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. ای پیامبر ما این قرآن رو به تو نازل نکردیم که تو بشینی سر به گریبان و رنج ببری. ایمان آورد خود رو مشقت نده، ایمان آورد بفرمایه بره بهشت، ایمان نیاورد دوزخ جهنم. ولی بله در این راستا پس خود انسان هست که زندگی برای خود با لذت میگردانه. از چی؟ از این که این نکته باید متوجه باشه که کوشش نکنه که همه به میل، همه کارها به میل دل از او بشه، همه اعضای خانواده به میل دل از او غذا بخورن، به میل دل از او حرکت بکنن، به میل، ولی تلاش خور بکنه، زحمت خور بکشه. و در عرصه حتی شما ببینیم اگر خدای نخواسته اولاد انسان بیراه میشه. شما ببینیم در سنت الهی یک پیامبر که ابراهیم علیه السلام ابوالانبیا هست، پدری و یک شخص بت پرست و یا بت تراش و بالاخره در این راستا که ذکر شده در اقوال. اما وقتی که ابراهیم علیه السلام با او برخورد میکنه، قال السلام علیک ساستغفر لك، که به تو آمرزش میخوام که جانب الله سبحانه و تعالی. ولی ابراهیم علیه السلام هیچ اوقات تلخی نمیکنه که به سر پدر داد بزنه، فریاد بزنه. یعنی منظور اینه که همون زندگی با لذتی که ابراهیم علیه السلام داشت نمیخواد که ایر از بین ببره، چون ارتباط با الله سبحانه و تعالی وظیفه خود انجام داد. همچنین میبینیم حضرت نوح علیه السلام با او همه تلاش که میکنه، فرزند از او ایمان نمیاره،
قال یا نوح انه لیس من علیک انه عمل غیر صالح. باز هم نوح علیه السلام این درس این میده که یعنی ابراهیم علیه السلام هم همه کار به میل دلی نشد. خیلی میل قلبی داشتن که پدر ایمان بیاره. نوح علیه السلام خیلی دوست داشت که فرزند ایمان بیاره. پس نمیشه که همه کارها مطابق به میل ما بشه و همه به میل ما رفتار بکنن. پس این یکی از اسبابی که چگونه در زندگی ما لذت ایجاد میکنه اینه که کوشش نکنیم که همه به میل ما رفتار کنن. ممنونم جناب مولانا. اگر اجازه بدید ما تا همین 8 موردی که فکر کنم 8 مورد شما اشاره فرمودید خاطر فراموش نشه از ذهن ما، میان برنامه به همراه بینندگان عزیز ببینیم. برمیگردیم ان شاءالله در خدمت شما عزیزان و خوبان خواهیم بود، همچنان با ادامه موضوع که سعی بکنیم و تلاش بکنیم چگونه با وجود تمام مشکلات، سختی‌ها، مشقت‌ها و بار سنگین وظیفه اسلامی از زندگی خودمون لذت ببریم. همچنان با شما هستیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا با سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان همچنان با شما هستیم با موضوعی که چگونه از زندگی خود لذت ببریم. جناب مولانا نکات مهمی را اشاره فرمودن قبل از میان برنامه و دوست داریم که انشاءالله موضوع رو پی بگیریم با جناب دکتر نور محمد عمرا. جناب دکتر، اسبابی که سبب میشه تا انسان در زندگی بیشتر احساس لذت بکنه در هر شرایطی که هست، در هر سن و صنف و جنسی که هست، چه اسبابی رو غیر از آنچه که جناب مولانا اشاره فرمودن شما مؤثر میدونید و مهم میدونید در این راه؟ ببینید، لذت بردن از زندگی یک اعتبار معنوی است، یعنی یه چیز مادی نیست که ما اون رو بتونیم حسش کنیم. یعنی نه با چشم دیده میشه، نه مثلا میتونیم اندازش بگیریم که چند متره، نه میتونیم اون رو ذخیرهش کنیم پیش خودمون، نه اینکه مثلا بگیریم خریدش کنیم بریم بازار لذت بخریم، بلکه یک شعور و یک احساسی است ناشی از صفای نفس، ناشی از اطمینان قلب، ناشی از راحت ضمیر و وجدان. این الان مثلا چیزایی هست که خب مادی هست که باعث میشه که انسان لذت ببره. مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که از سعادت و خوشبختی یک فرد چی هست؟ اینی که یک همسر نیکو و صالحی داشته باشه، همونطور که مولانا فرمودن، اینی که یک خونه مناسبی داشته باشه، خونه درستی داشته باشه، و اینی که یک مثلا مرکب و سواری درست و محترمی داشته باشه. در حدیث دیگه میخونیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند من اصبح آمنا فی سربه معافا فی بدنه عنده قوت یومه. کسی که تو زندگیش احساس، تو خونه و زندگیش که هست احساس امنیت داره، کسی که به اصطلاح در زندگیش صحت و سلامتیش درسته، به اصطلاح نون خشکشو یا نون روزشو، غذای روزشو داره، فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها، انگار که همه دنیا رو خداوند به اون داده. خب این مسائلی هست که بسیار
حائز اهمیت هست، مسائل مادی هست، نیازهای طبیعی انسان هست. خب در کنار این نیازهای طبیعی همه که اینا نیست، مهم این است که زاویه دید ایمانی فرد چی هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند من کانت الاخرة همه جعل الله غناه فی قلبه. کسی که آخرت هم و غمش آخرته، خداوند این قلبش رو سرشار از قناعت میکنه. و جمع له شمله و اتته الدنیا و هی راغمه. همه این شخصیتش در خودش جمع میشه، یک توازن شخصیتی پیدا میکنه. دنیا دنبال این راه میفته و به صورت در پی این هست. در مقابل کسی که هم و غمش شد دنیا، خداوند جعل الله فقره بین عینه، همیشه چشش خالی هست، همیشه احساس فقر میکنه. و فرق علیه شمله، این توازنش رو از دست میده. ولم یأته من الدنیا الا ما قدر له، از دنیا هم چی براش میرسه؟ همون چیزی که خداوند براش مقدر کرده. اینی که ما باید چطور به دنیا نگاه کنیم، یعنی اینی که فرد یک انسان، ببینید خداوند متعال در سوره نور آیه 37 یک تاجران رو وصف میکنه، 3 تا آیش میکنه، تعریفشون میکنه. رجالون لا تلهیهم تجارتون، اینایی که بازرگان هستن، ویژگی خاصی که دارن چی هست؟ این افرادی که باعث شده قرآن از اونها تعریف کنه اینه که تجارت و بازرگانی و دنیاشون اونها رو از اصل هدف آفرینش به اصطلاح دور نمیکنه. ببینید خداوند متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم، ای مؤمنان اون چیزای خوبی که خداوند برای شما حلال کرده اون رو حرامش نکنید. یعنی چی؟ یعنی که آقا حرامش نکنید، این حلاله. ما این حلال نکردیم، ما این رو گرفتیم واجبش کردیم، این رو فرض کردیم، هم و غممون شده همین طیبات. اصل موضوع که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اون از یادمون رفته. اصل موضوع که کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، دعوت و هدایت و اصلاح جامعه، این از یادمون رفته. اینجاست که یک انسان عاقل میاد چیکار میکنه؟ اصل موضوع رو، هدف رو میاره اصل موضوع قرار میده، زندگیش رو هدف قرار میده. حالا برای رسیدن به این هدف خب یه نیازهایی داره، یه زندگیشو باید گذران بکنه. این زندگی و نیازهاش رو هدفمند میکنه برای رسیدن به اصل موضوعی خلقت هست. اینجاست که یک پزشک، یک نانوا، یک نمیدونم بازرگان، یک مهندس میتونه در مسیر کارش خیلی خیلی بهتر باشه از یک امام و یک نمازگزاری که صبح و شب تو مسجد نشسته دنبال عبادت. عثمان ابن عفان از نظر درجه و مکانت به مراتب بالاتر از چی؟ از همه اونایی که تو اصحاب صفه بودن. اصحاب صفه که همه هم و غمشون شده بود دین، عثمان تاجر بازرگان از اونها زد جلو. چرا؟ چون که رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله، این تجارت و زندگی و مسیر زندگیشون اونها رو از ذکر خدا، از یاد خدا غافل نمیکنه. اینجاست که زندگی براشون لذت بخش میشه، همه موارد زندگی لذت بخش میشه. سختی در این زندگی خود سختی لذت بخش میشه، چون که سختی همونطور که مولانا اشاره کردن، سختی و فشار و شکنجه‌ای که رو بلال بود لذت بلال رو دوچندان میکرد. و امام ابن تیمیه وقتی میفرمایند وقتی که شکنجه و زجر و همه اینا رو تحمل میکنه، میفرمایند که اومد یفعل اعدایی بی، دشمنای من چه از دستشون برمیاد. انا جنتی و بستانی فی صدری، بهشت و بستان و سعادت من تو سینم هست و دست اونا هم به سینم نمیرسه. منو میندازن تو زندان، خوب بندازن، من با خدام خلوت میکنم. منو از شهر و دیارم میندازن بیرون، خوب هجرت میکنم، در زمین خدا سیاحت میکنم. همش من دارم لذت میبرم از این زندگی رو درست استفادهش میکنم. این به خاطر چی هست؟ به خاطر این مثبت اندیشی فرد هست. یه فردی هست که خب همیشه منفی گراست. آقا من نمیتونم حرکت کنم، کاری از دست من نیست، همیشه از زندگی میناله، حقوقم کفاف نمیکنه،
یا نقش قربانی رو بازی میکنه. آقا کسی به من کمک نمیکنه، آقا کسی به فکر من نیست، آقا من واسطه ندارم، آقا همیشه نقش قربانی رو بازی کنه. ببین در زندگی ما دو نوع نگرش داریم، یا به تعبیر خیلی خودمونی تر ما دو نوع چشم داریم. یه چشم مگسه. چشم مگسی چیه؟ چشم مگس چیکار میکنه؟ هی نگاه میکنه اونور اونور، هر جا که کثافتی هست، هر جایی که بدی هست، هر جایی که زشتی هست میره اونجا میشینه. یه چشم دیگه چشم زنبور عسله که زنبور عسل اینور اونور نگاه میکنه، هر جا گل خوبی هست، هر جا گل زیبایی هست، میره روی اون گل زیبا میشینه تا از اون گل زیبا شهد و عسل درست کنه. حالا اون کسی که به اصطلاح چشم مگس هست چیکار میکنه؟ اون همیشه دنبال اینه که نکات زشت زندگی رو ببینه، همیشه دنبال اینه که ببینه چه چیزی بده، چه چیزی خوب، کم و کاستی که در جایی وجود داره. دوستی تعریف میکرد، میگفت که خانم من به اصطلاح منفیگراترین شخصی است که در تاریخ بشریت خلق شده. گفتم چطور؟ میگه وقتی جایی میخوایم بریم، میخوام مثلا ببرمشون پارکی، جایی برای گردش، در و بچه‌ام رو میگیرم میرم، خانم هم این ور و اون ور نگاه میکنه، این ور اون ور، یه ایرادی پیدا میکنه، شروع میکنه باز به جر و بحث کردن که این چه جایی که ما رو آوردی، اینجا بگه این کم و کاستی رو داره، اینجاشو ببین، اینجا رو ببین، آب کثیف اینجا جمع شده فلان، همه این شادی رو میکنه تلخ. میگه من مونده بودم چی کار کنم. هی از دوستان میگفتم جایی هست که در اونجا دیگه هیچ کم و کاستی نشه. تا آخر یه دوستی به من اشاره کرد که فلانجا خیلی جای زیبایی هست، اونجا اگه خانومتو ببری دیگه وا میمونه، دیگه نمیتونه ایرادی پیدا کنه. میگه منم فکر کردم خب این به اصطلاح منفیگرای تاریخ بشریت رو ببرم اونجا. زن و بچه‌م رو برداشتم رفتم اونجا، خانومم چپ و راست و بالا و پایین و خوب ورانداز کرد، هیچ چیزی گیرش نیومد. دیدم که لبخند میزنه، منم دیگه تو از به اصطلاح تو پوستم نمیگنجیدم که به هدف رسیدم. بعد گفت که بله خیلی جای خوبی هست، اما سوال اینجاست که تا حالا چی شده بود که ما رو نآوردی اینجا؟ جایی که چی پیش که ما رو میبردیم اگه اینجا رو ندیده بودی خبر؟ بس شروع کرد به جر و بحث و به اصطلاح دعوای مرافعه کردن. حالا اگه من نوعی خوب نگاه کنم، اگه من واقعا چشم مگسی هستم چی کار کنم؟ بیام خودم رو اصلاح کنم. اصلا خودم اگر نمیدونم که چشم مگسی هستم چی کار کنم؟ ببینم که مردم چطور به من نگاه میکنن. نگرش مردم احیانا میاد اون نقطه های مثبت من رو بروز میده، به خصوص عاقلا، افراد عاقل و دانا وقت در چه مواردی منو صدا میزنن. پس این ویژگی خاص من هست. ببینید وقتی پیامبر خدا رو صلی الله علیه وسلم رو نگاه کنیم چطور ویژگی های افراد رو معرفی میکنه. آقا عمر شما فاروق، ابوبکر شما صدیق، ارحم به امتی ابوبکر سیمای وجودیش، هویتش رحمت، پدریت داره. ابوبکر میتونه پدر باشه برای امت. اشدها حیاء عثمان، اعلمها بالحلال و الحرام معاذ بن جبل. این معاذ بن جبل به اصطلاح میتونه حلال و حرام رو خوب تمییز بده. آقا ابی این قارئ القرآن است، این در این مورد بهترینه. آقا نمیدونم زید این اعلم بالفرائض است، این در حساب و کتاب و میراث و اینا گله. لکل امت امین و این امت من ابو عبیده بن الجراح. اینجوری شخصیت به اصطلاح معرفی میشه برای خودش. من ببینم که مردم عاقل چطور به ما نگاه میکنن. خالد رو ببینی مثلا، خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه و عن اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم. پیامبر میاد میگه که بس عجب، این خالد با این عقل و اندیشی که داره عجیبه که این عقلش نتونسته اون رو به طرف اسلام هدایت کنه. این حرف به خالد میرسه میگه واقعا من چرا عقلم رو قفلش کردم، ازش استفاده نکردم. این باعث میشه که به اصطلاح حرکت کنه و به اصطلاح به هدف برسه. اینجاست که وقتی انسان به هدف میرسه یا راه و رسمش رو پیدا میکنه، دیگه کاستی هایی که سر راه هست، چاله چوله هایی که راه هست جلوشو نخواهد گرفت. ببینید عبدالله ابن ام مکتوم این کی است؟ مؤذن رسول خدا صلی الله علیه وسلم. یه نابیناست، مؤذن میشه با کارآمدی، با قدرت و توانی که داره.
پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم بارها از مدینه منوره خارج میشن. در به اصطلاح روایات میاد که 11 تا یا 13 بار که پیامبر از مدینه منوره خارج میشن، رهبریت و مدیریت مدینه رو در غیاب خودش، رهبریت کشور اسلام رو ها، میده به دست کی؟ به دست ابن ام مکتوم، همین بنده خدای نابینا. چرا؟ چون این نابینایی، این کب و کاستی، این چی دیگه نیومد نقش قربانی رو بازی کنه که من نمیتونم. آقا برای رسیدن به سعادت شما نیاز به دست و پا ندارید، نیاز به گوش و چیش و نمیدونم چی ندارید، نیاز به زندگی ندارید، نیاز به مال و ثروت ندارید، نیاز به واسطه گری ندارید، نیاز به درک و شعور دارید. نیاز به این هست که خودت رو بشناسی. هر کسی یه ویژگی های خاصی در خودش داره. این ویژگی رو در خودم بشناسم، این رو باربرش کنم، بیارم عملیش کنم، اون وقته که من احساس سعادت خواهم کرد. خیلی ممنونم، بسیار زیبا بود صحبتاتون جناب دکتر، استفاده کردیم. اجازه بدید برگردیم خدمت جناب مولانا و در مثلا ادامه صحبت رو از جناب مولانا میشنویم. جناب مولانا ادامه 8 مورد رو شما ذکر کردید به اسباب خوشبختی. مسائلی که انسان رو خوشبخت میکنه و در زندگی انسان لذت آفرین هست، در ادامه همان نکاتی که اشاره شد، مسئله به دست آوردن آنچه که به دست داره قناعت کنه. یک نفر ببینه که درآمدی که در زندگی داره و او دستاوردی که داره و حتی در مسائل مادی که امروزه ما و شما سر از او اهمیت میدیم، آنچه که در دست داره خلاصه به همون قناعت کنه. و چیزی که زندگی با لذت میکنه که همیشه انسان اگر میخواد دیگران رو ببینه با این تر از خود رو نگاه کنه. همیشه در جامعه هر قدر اگر کسی فقیر باشه، وقتی نگاه کنه از او فقیرتر هست. اگر مریضه از اون مریضتر هست. اگر یک انسان همیشه فکر بکنه که من شاید یک موتر نداشته باشم که جای برم، یک وسیله و اسبابی که مرتاب فلان منطقه برسانه، سر و کار برسانه من ندارم، هر روز باید سر راه استاده باشم و بالاخره منتظر اتوبوس و اینها، یک لحظه فکر بکنه که کسانی هستن پا ندارن. الله و الله سبحانه و تعالی نعمت پا برای تو داده. پس چیزی که زندگی با لذت میکنه اینه که با دست داشته خود انسان قناعت کنه و طبقات از خود پایین تر ببینه. وقتی میخواه نسبت به او فکر بکنه، زندگی از این زندگی با لذت میشه. این همیشه اون چیزی که داره به همون بیشتر نگاه بکنه، راضی باشه، خدا رو شکر بکنه که کسانی هستن که همین چیزایی هم که این دارن، همین نعمت هم که این داره اونا ندارن و میتونه این انسان هم یعنی احتمالش وجود داره مثل اونها بشه. بله بله. و همچنین از اسباب خوشبختی اینه که از دسترنج خود بخوره شخص. هر انسانی که از دسترنج خود، یعنی از زحمت خود، از تلاش خود زندگی کنه، یعنی خود سر پای خود استاده بشه، این انسان واقعا از زندگی خود لذت میبره. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همانطوری که جناب استاد بزرگوار جناب دکتر اشاره کردن که یک تاجر خوب دارای چی اوصافیه، و همچنین در روایت داریم که یک فقیر خوب هم دارای اوصافه. جالب. و رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم و همچنین روایاتی که غنیر تعریف و توصیف شده، و رسول الله صلی الله علیه و سلم میآیند دست یک فقیره که بل میزنه، کلنگ به دست داره و کفای دست از او آبله شده، میآیند دست از او میگیرن و تکان میدن که این دستیه که هذه ید که یحبها الله و رسوله، این دست خدا و رسول دوست داره، دست که کار میکنه. پس کسی که از دست رنج خود و از زحمت خود میخوره و تلاش میکنه، ای از اون زندگی چه کار میکنه؟ لذت میبره. و خیلی هم امروز ما میبینیم که یک فقیری که از صبح تا شام بیل و کلنگ و با بسیار با مشکلات و مشقت نفقه اهل و عیال پیدا میکنه،
وقتی میبینیم از او پرسان میکنیم، خیلی میگم الحمدلله در زندگی خود راحتم و خیلی لذت میبرم و خیلی هم خواب از او و بالاخره همه تنظیم و منظم و لذت میبر از زندگی. همچنین چون ارقام رو بیان نکرده بودیم، دهم رسیدیم، کسی که دنیا داره و دنیا در خدمت دین قرار میده از زندگی لذت میبره. مثل صحابه، سیدنا ابوبکر صدیق دنیا داشتن، در خدمت دین قرار دادن، از زندگی لذت بردن. سیدنا عمر فاروق نصف مال خود در خدمت دین گذاشتن. عثمان ذوالنورین لشکرها و غزوات رو بالاخره آماده می ساختن و در راه اسلام خلاصه. و تا به امروز هر انسانی که حتی در روایات داریم که کسی که محزونه، غمگینه، در حال غم و اندوه قرار داره، صدقه بده در راه الله سبحانه و تعالی. با مجردی که صدقه داده شد، برای انسان خود به خود یک فرحت و خوشحالی. چرا این فرحت و خوشحالی؟ چون یک دل خوشحال کرده، یک محزون و غمگین او شاد کرده. الله سبحانه و تعالی چنین به او برخورد میکنه. کسی شاد کرده شاد میشه، مسرور و خوشحال کرده خوشحال میشه. پس کسی که دنیا در خدمت دین قرار بده، این انسان از زندگی لذت میبره. که اینا هر کدام توضیحات زیاد داره، من میتونم فهرستوار میگذارم. 11 با همه انسان ها گمان نیک داشته باشه. این انسان از زندگی لذت میبره. کسی که آیه مبارکه هم هست که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. و در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ظن المؤمنین خیرا، باید که گمان مسلمان همیشه در خیر باشه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن عظیم و شان ما متوجه میسازه که شما پرهیز کنیم از اینکه گمان بد نسبت به یک مسلمان به یک دیگر داشته باشیم. پس وقتی که کسی که با همه انسانها گمان نیک و زن به اصطلاح سوء نداشته باشه و گمان نیک داشته باشه، از زندگی لذت میبره و زندگی از این خوش با لذت میشه. چون همه ی حرکت ها سبب آرامش انسان میشه. آرامش که در زندگی انسان آمد، طبیعتا لذت همراه خود داره. مسئله 12 که از اسباب لذت در زندگی هست، طوری که جناب استاد هم اشاره کردن، مسئله اینه که انسان خود را بشناسه، مقام خود درک کنه. من چگونه در چی مقامی قرار دارم؟ من ارتباط به مقام انسان، ارزش انسان یا ساخت و ساز انسان فقط 2 آیه اشاره میکنم. یک آیه اینه که الله سبحانه و تعالی میفرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله میگه ما انسان رو به بهترین شکل آفریدیم. یعنی در دنیا ما جالبه که بعضی انسان ها رفته شیفته یک آهو شده، شیفته یک طاووس شده. طاووس واقعا یک پرنده زیبایی، مرغ زیبایی. آهو که خداوند داره از یک خلقت زیبایی داده در چشمان از او. اما اینجا میایه که این انسان زیبایی آهو درک کرده، زیبایی یک مرغ طاووس را درک کرده، زیبایی یک پرنده که با رنگای مختلف خداوند او خلق کرده، رفته به سراغ از او. درسته او هم قابل از اینه که واقعا انسان بره در تفکر بره، خالق واقعا که خلق کرده چقدر زیبا هست که مخلوق از این قدر زیبایی. اما خود انسان الله سبحانه و تعالی وقتی که خلق کرده میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بهترین شکل انسان خلق شده. و همچنین لحظه‌ای که خداوند انسان را خلق کرد که از نطفه به علقه مضغه و بالاخره، در اخیر الله سبحانه و تعالی خود تعریف میکنه. یعنی تعریف پروردگار عالم، تمجید پروردگارم که خودی خود تعریف و تمجید میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر خلقت آدم و انسان. فتبارک الله احسن الخالقین. الله سبحانه و تعالی خداوند وقتی که تعریف خور میکنه نسبت به خلق انسان و میگه انسان رو بهترین شکل قیافه خلق کردم، این دلالت بر از این میکنه که ای انسان لحظه فکر کردی که اشرف مخلوقات تونی؟ لحظه فکر کردی که الله سبحانه و تعالی که در بعضی روایت های مختلفی که هست که 18,000 عالم و 40,000 عالم و 80,000 عالم و بالاخره در تفاسیری که بیان میشه نسبت به تحت آیه الحمدلله رب العالمین که پروردگار عالم این پرورشده عالمیان هست. هر چیزی که خداوند خلق کرده همه میگه
و سخر لكم ما في السماوات وما في الارض سخر لكم ما في الارض و سخر لكم الشمس والقمر و سخر لكم الليل والنهار. همه اینها خدا میگه مسخر کردم برای شما. برای کی؟ برای تو انسان. پس انسان لحظه درک بکنه که با کی سر و کار داره و الله سبحانه و تعالی چقدر ارزش قائل شده به این انسان، خود به خود برای انسان ایجاد لذت میشه و انسان لذت میبره. 13 کمک به دیگرانه به هر نوعی. شخص علم داره، از علم خود برای دیگران، برای راهنمایی و هدایت دیگران تلاش بکنه، از اون تلاش خود لذت میبره. یک وقت نیازه که انسان از قوت و زور و بازوی خود به دیگران کمک کنه، دست یک افتاده بگیره، استاد بکنه. وقتی که خدمت رو کرد و کمک کرد لذت میبره از این حرکت خود. سرمایه داره، از پول خود خلاصه برای فقرا و مستضعفین و بینان. به هر حال کمک به دیگران، وقتی کمک کرد برای دیگران، این سبب میشه از اسبابی که در زندگی انسان لذت ایجاد میشه. این در اینجا یک نکته اشاره میکنم. وقتی میگیم کمک، شاید بعضی انسان ها بگن که خب ما کنه داریم چیزی که کمک کنیم. الله سبحانه و تعالی در یک آیه و رسول الله صلی الله علیه و آله در یک حدیث، الله سبحانه و تعالی در سوره ملک میفرماید که لیبلوکم ایکم، ادامه آیه، احسن عملا. الله سبحانه و تعالی شما رو ابتلا و آزمایش میکنه که کدام یک از شما، لیبلوکم ایکم احسن عملا. در تحت این آیه مبارکه اگر الله سبحانه و تعالی عوض احسن اکثر میگفت، خیلی ما با مشقت میافتادیم، سخت میشد. الله سبحانه و تعالی نمیگه اکثر و عملا، میگه احسن و عملا. هر عملی که از شما نیکتر، زیباتر، با اخلاصتر، پاکتر به نزد الله سبحانه و تعالی تقدیم بشه، همو ارزش داره. و رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر زیبا میفرمایند که شما خور از آتش جهنم حفظ کنیم ولو به شق تمر، قطعی از خرما، نصف خرما. حالا اگه عزیزی که بگه که من نمیتونم کمک کرده چون چیزی ندارم، خب به نصف خرما به اخلاص در راه الله سبحانه و تعالی میشه که از آتش جهنم انسان حفظ بشه. پس ما میتونیم کمک کردن برای دیگران. و در عرصه علم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند بلغوا عنی ولو آیه. علم در این عرصه، عمل و کار در عرصه احسن و عملا باشه، و همچنین مسئله کمک به فقرا و مستضعفین ولو به شق تمر باشه. همچنین 14 که جناب استاد اشاره کردن که من زیاد سر از او بحث نمیکنم، مسئله مثبت فکر کردنه که اگر اشخاص در زندگی همیشه منفی فکر کنن، اینها لذت از زندگی نمیبرن. همیشه انسان باید که مثبت فکر کنه. حتی در سر از رسول الله صلی الله علیه و سلم ما میگیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از مکه هجرت میکنن به مدینه منوره. در مسیر راه کفار به تعقیب اینا 100 شتر جایزه گذاشته شده از هر طرف به سراغ رسول الله صلی الله علیه و سلم. اونجی لحظه ای که سراغم رسول الله صلی الله علیه و سلم متوجه میشه که کلمه پیامبر هست و باز داستان طولانی به زمین میخوره و بالاخره تا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه صبر کنیم که ما میت قصد و میت اراده. در اونجا میگه که یا محمد وقتی شما مکه فتح میکنیم به ما بگیم که کسی با ما کار نداشته باشه. او لحظه رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر صدیق نگفتن برو کاکا دنبال کار، خب ما خدا میدونه در مدینه ما رو بپذیرن یا نپذیرن، مکه کجایه، فتح مکه کجایه، در سالم برسیم یا نرسیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن بر علاوه که مکه فتح شد به تو کار نداریم، برای سراغه بنویس که چوریای وعده بدی که پادشاه کسرا که بود ایران، اینا هم به تو داده میشه. شما ببینیم رسول الله صلی الله علیه و سلم کجا رو فکر میکردن. یعنی این درس ما از پیامبر خود میگیریم که همیشه باید مثبت فکر کنیم، کارها رو نگیم نمیشه. همت‌های بلند. در احزابی که نماز عصر رسول الله قضا میشه، در احزابی که رسول الله در شکم خود سنگ میبندن، در جنگ غزوه احزابی که مسلمان ها اینقدر پریشان و هراسان بودن، باز هم وقتی که رسول الله کلنگ میزنن مژده فتح رومر میدن، مژده فتح ایران میدن، مژده بالاخره قیصر کسرا و همه اینها. اینا همه نشانه‌ایه که یک انسانی که ما از زندگی لذت ببره همیشه مثبت فکر بکنه. مسئله همچنین در عرصه مثبت فکر کردن که بازم یک نکته اشاره میکنم، حدیث قدسی که
رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند که الله سبحانه و تعالی میگه انا عند ظن عبدی، من در گمان بنده خود هستم. بنده چی رقم فکر میکنه؟ بنده اگر منفی فکر کرد کارها میره رو به طرف منفی، اگر مثبت فکر کرد کارها میره به طرف مثبت و در اینها. و همین هم که هست که میگه همون همت بلند دار که مردان روزگار که از همت بلند به جای رسیدن. 15 که خیلی مهمه که برای زندگی انسان لذت به وجود میاره، مسئله اینه که ایمان کامل به تقدیر الله سبحانه تعالی. انسان وقتی که ایمان کاملی به تقدیر داشته باشه و ایرم میدانه که آیات ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، این میدانه که خیر و شر از جانب الله سبحانه و تعالی، همه اینها رو وقتی که میدانه و حدیثی که در ابتدا جناب استاد اشاره کردن و ایرم یک انسان مؤمن وقتی که بفهمه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر، همه کار این مؤمن برای از خیره، دیگه جای تشویش و دغدغه و اینها نمیمانه نسبت به این شخصی که پریشان بشه چرا مصائب آمد، مشکلات آمد، چرا فلان و فلان و فلان و فلان، همه موکول میکنه میگذاره به تقدیر الله سبحانه و تعالی. چون مولانا اگر اجازه بدید ما چون داریم به آخرای برنامه نزدیک میشیم به وقتش، ما با جناب دکتر هم چند دقیقه صحبت رو داشته باشیم بعد کردیم خدمت شما. جناب دکتر، من به عنوان صحبت پایانی شما دوست دارم که در این باب اگر صحبتی دارید با بینندگان عزیز بفرمایید که ما باز در خدمت جناب مولانا باشیم و چند مورد هم که از ایشون باقی مونده باز بشنویم. من تنها میخوام به بینندگان عزیز این نکته را اشاره کنم و اون اینه که ما یه بار زندگی میکنیم، زندگی یه بار است، پس نمیم خودمون رو قبل از اینکه بمیریم خودمون رو کفن نکنیم و نکشیم و به کمتر از اون چیزی که لیاقتش رو داریم به کمتر از اون هم در زندگی راضی نباشیم. ببینید انسان وقتی که همونطور که مولانا اشاره کردین که همت داشته باشه، الان ما ببینیم مثلا این همه زجر و شکنجه و فشاری که روی مسلمون ها در روسیه بود، الان روی مسلمون ها در چین هست، حالا ببینید این مسلمون چطور دینش رو حفظ کرده. میای میگی که آقا من در اینجا سپاه هست و فلان هست و آقا خونداند و فلان، آقا در همین فضای بسیار سختی که شما دارید ای مؤمن، در همین فضا آقا آیت الله برقعی اومد بیرون، از همین فضا حیدر علی قلمداران اومد بیرون، از همین فضا حجت الاسلام علی رضا رادمهر اومد بیرون. اینه که من باید یک همتی داشته باشم مثل همت عقبت ابن نافع که میاد آقا روی اقیانوس میرسه میگه که آقا اگر میدونستم پشت سر این اقیانوس هم سرزمینی هست و انسان زندگی میکنن دین خودمو به اونجا میرسوندم. مثل ابوبکر باشیم که وقتی که همه دنیا به سلام میخوان که اسلام رو ریشه کن کنند، ابوبکر بلند میشه میگه ایون قصل الاسلام و ان حی، امکان داره که اسلام یه چیزی از اسلام کاسته بشه و من زنده باشم. یا عمر که بیاد بگه که اولسنا علی الحق یا رسول الله، ما رو حق نیستیم پس چرا بیایم پنهان بشیم. اینی که انسان وقتی که این همت رو داشته باشه، این طور به زندگی نگاه کنه، اینه که زندگیش ثمره میده، این زندگیش باعث میشه که اون در ازش لذت ببره و آینده خوبی رو برای خودش هم در دنیا و هم در آخرت رقم بزنه. بعد هم از این که فرصت دادید تا در خدمت بینندگان باشم، از شما کمال سپاس و تشکر رو دارم و شما و جناب مولانا و بینندگان عزیز و همه شبکه رو به خدای منان میسپارم. خدایا رو نگهدارتون بود. الله تعالی نگهدار شما. ما هم تشکر میکنیم از این که افتخار بخشیدید تا از صحبت‌های زیبای شما استفاده بکنیم. جناب مولانا ما 5 دقیقه فرصت داریم و موارد دیگر رو اگر در این 5 دقیقه خلاصه بفهمید خوشحال میشیم. اگرچه موارد زیاد هست، من نمونتاً 3-4 موارد در فقط فهرستوار بیان میکنم. اگر کسی خواسته باشه که از زندگی لذت ببره، نکته یا رقم 16 هم بود، چی پسر و چی دختر ازدواج کنه با شخص صالح، با انسان دیندار، که تشریح از این میگذاریم به خود عزیزا و بیننده. دختر یک پسر صالح
و پسر یک دختر صالحه انتخاب بکنه. 17 داشتن اولاد صالح که تعلق میگیره به تربیت والدین. وقتی اولاد صالح کسی به جامعه تقدیم کرد واقعا از زندگی لذت میبره، همه جامعه در حق از او دعای خیر داره. به یک مرحله طولانی که در انتخاب دقت کنه، در تربیت دیگه همه اینا تشریح داشت که من چون فهرستوار میگذارم برنامه نیاز داره. بله. 18 همت و پشتکاره که زندگی انسان که در کاری که داره پشتکار داشته باشه و در او راه همت داشته باشه. 19 با خود، حالا همیشه ما میگیم با دیگران خوب رفتار کنیم، بدون شک، اما زندگی که خوشبخت میکنه و انسان از زندگی خود لذت میبره که با خود هم رفتار نیکی داشته باشه. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرمایند که ان لربک علیک حق و ان لنفسک حقا و لاهلک علیک حقا. رب تو به تو حق داره، نفس تو به تو حق داره و اهل تو به تو حق داره. این حقوق وقتی که درست و صحیح رعایت بشه زندگی با لذت میشه. نکته اخیری که شاید بعضی از انسان ها فکر بکنن که ما که رفتیم لذت را از دیگه جا کسب کردیم ولی لذت نبود، ذلت بود، گناه، معصیت، فسق، فجور، گناه های صغیره کبیره انجام دادیم تا زندگی ما لذت بخش بشه ولی لذت نبردیم، چه کار باید بکنیم؟ حرف اخیر اینه که زندگی که با لذت میکنه توبه هست، که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم ارتباط به توبه میفرمایند که من تاب قبل ان تطلع الشمس، کسی که توبه کنه پیش از این که خورشید از طرف مغرب طلوع کنه تاب الله علیه، توبه از خداوند میپذیره و آماده که ان الله لا يقبل توبه العبد ما لم يغرغر، تا نفس به حلقوم نرسیده باز هم الله سبحانه تعالی یقبل توبه العبد، توبه میپذیره. و همچنین آماده که التائب من الذنب كما لا ذنب له، کسی که توبه میکنه اصلا مثل از اینه که گناه نکرده. و قرآن هم میفرماید و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، توبه رستگاری به وجود میاره. پس حرف اخیر اینه و از اسبابی که زندگی با لذت میکنه توبه هست که الله سبحانه و تعالی توبه نصوح یعنی خالصانه و مخلصانه نصیب همه ما بگردانه، تا اینکه زندگی نه تنها توبه تنها زندگی دنیا رو خوشبخت نمیکنه، توبه زندگی دنیا و آخرت رو با لذت میکنه. یعنی کسی که تائبه در دنیا هم عزیز میشه، در آخرت هم به نزد الله سبحانه تعالی ارزش داره. از اینکه در لحظات اخیر و پایانی قرار داریم، الله سبحانه و تعالی زندگی همه ما بر محور قرآن و احادیث گوهربار نبی کریم صلی الله علیه وسلم بگردانه. وقتی تو مسلمان، تو خواهر و برادر میخواهی که از زندگی لذت ببری، واقعا دوست داری لذت، زندگی خود را عیار بکن مطابق به قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله سبحانه و تعالی زندگی همه ما و شما، نه تنهای دنیا، زندگی دنیا و آخرت با لذت بگردانه و او لذت و او شیرینی که به یاد خداست و هیچ چیزی نیست، و در آخرت هم در بهشت او لذتی که او لحظه‌ای که وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره بشه، دیدار پروردگار عالم در بهشت چی لذتی داره. پس سخن آخر خود را با قول شیخ ابو اسماعیل هیروی خواجه عبدالله انصاری ختم میکنم که میفرمایند الهی در دنیا هرچی مرا نصیب است به بیگانگان دادم، در عقبا هرچی مرا ذخیره است به مؤمنان دادم. در دنیا مرا یاد تو بس و در عقبا مرا دیدار تو بس. موفق و پیروز و سرفراز سربلند باشید. از جناب استاد بزرگوار استاد سلیمانی عزیز و از جناب استاد بزرگوار دکتر عمرای عزیز تشکری میکنم از همه شما عزیزان و بینندگان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنونم. حقیقتا جمله رو که جناب مولانا دو بیت شعری رو که از جد بزرگوارشون برای ما قرائت کردن و یاد کردن واقعا مفهوم والایی رو در بر داشت. الله متعال میفهمد که من عمل صالحا من ذکر او انثى، هر کسی که کار نیکی انجام بده، چه مرد باشه چه زن، فرق نمیکنه در پیشگاه الله تعالی، در میزان عدل الهی جنس انسان ها هیچ تفاوتی نداره در سرنوشتش. من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن، فقط یک شرط، عمل صالح به همراه ایمان
فلنحیینه حیاتا طیبه. حتما حتما حتما، 3 تا تاکید داره این کلمه، فلنحیینه، قطعا، یقینا، بدون شک به اون یک زندگی میدیم، حیاتا طیبه، زندگی که پاکه، زندگی که زیباست، زندگی که از اون لذت میبره. اگر به مانند یوسف علیه السلام در قعر چاهی افتاده باشه، باز هم بهشتش در درونشه و لذت میبره، و اگر به مانند سلیمان نبی بر تخت شاهی هم بنشینه، باز هم چون با یاد الله تعالی آمیخته است، کارش، زندگیش لذت میبره. انسان اگر با الله تعالی رابطه برقرار کرد، با الله تعالی نزدیک شد، با الله تعالی تعلق خاطر گرفت، دوست شد، دوستی الله تعالی همیشه همراهش هست. در دنیا، داخل زندان، در هنگام نعمت، در هنگام مصیبت، در هنگام سختی، در خواب، در بیداری، بعد از مرگ، در قبر و بعد از قبر در صحرای محشر، همیشه دوستی رو همراه خودش داره که تمام لحظات رو به یاد اون زندگی میکرد. نه از تهدید کسی میترسه که بگن میکشیمت، چون آرزوی این لحظه رو داره که به دوستش برسه، و نه از زندان میترسه که بگن تو رو میندازیم گوشه‌ای، چون میدونه که در زندان هم اگر بره با دوست خودش خلوت میکنه، و نه از راه تحمل شکنجه ها و سختی ها در راه الله متعال میترسه، چون میدونه که دوستش ناظره و میبینه که این کارها رو این بنده به خاطر اون انجام میده. به این امید که الله متعال همه ما و شما رو بندگان خالص برای خودش بگرداند. تنها راه آرامش در دنیا الا بذکر الله تطمئن القلوب، فقط با یاد الله تعالی است که قلب ها آرام میگیرن. الله تعالی رو خواهانیم که پدران و مادران، خواهران و برادران، همسران و فرزندان، اساتید و شاگردان، اقوام و خویشاوندان و همه عزیزانی رو که از موحدین قبل از ما از دنیا رفتن مورد رحمت و بخشش خودش قرار بده، و در آخر با سلام و صلوات بر رسول صلی الله علیه و سلم برنامه خودمون رو به پایان میرسانیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید، و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام بر شما.